سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شب شهادت مظلومانه امام همام ابوالمهدی حضرت امام عسکری است. همه با هم مهدوی صلوات خواهد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی از قاری و استاد محترم های دکتر پورزرگری عذرخواهی میکنم، از شما هم همینطور. یه مقداری بعد مسافت بین دو جلسه و ترافیک دیگه، میدانید تهران جابجا شدن مشکلات خودشو داره. یه نکته‌ای من امشب آماده کردم از فرمایشات امام عسکری سلام الله علیه، منتها نیاز داره به اینکه یک مقدمه بسیار مهمی رو اول تقدیمتون کنم. اگر یه نگاه سرانگشتی به محتویات فرمایشات 14 معصوم بکنیم، یعنی از آغاز پیدایش اسلام که پیغمبر اکرم به پیغمبری رسیدن تا سال 255 هجری که امام زمان به دنیا اومدن و سال 260 هم که غیبت ها شروع شد و اینها. اگر دقت بفرمایید هر زمانی مکتب اسلام که مکتب ولایت و ثقلین منظوره، در هر برهه‌ای از زمانها یه پستی و بلندی هایی برای خودش داشت. آغاز بعثت که اوج جاهلیت بشری بود، یعنی حتی حاضر نبودن حرف بشنون تا اینجا که دیدن هیچ استدلالی در برابر آیات قرآن ندارن، گفتن پنبه تو گوشاتون کنید که اصلا نشنوید. دیدن هیچ جوری نمیتونن با اسلام کشتی بگیرن، پس بر نمیان. حرفا فطری، حرفا علمی، حرفا عقلی، حرفا دقیق استدلالی و اخلاقی که هر کسی در هر سطحی فهمی میفهمید درست داره میگه. دو تا 4 تاست دیگه. حالا محمد یتیمه که خب باشه، حرف درسته. محمد فقیره که خب باشه، حرف درست. حرفا با فطرت ها میخوند. فطرت آدمی هم چیه؟ پاکه دیگه. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. هیچ کاری نمیتونستن بکنن جز تمسخر، تهدید، توهین، تحقیر. مسلمان ها رو بگیرن شکنجه بکنن، محدود کنن، جسارت بکنن. هر کاری از دستشون بر اومد کردن، تا اینکه کم کم دیدن نه، عده و عده‌ای پیدا کرد پیغمبر قبل از هجرت. گفتن ببین اصلا
شطور دیدی ندیدی، تا حالا هرچی تو گفتی ما نشته میگیریم، هرچی هم ما کردیم تو ندیده بگی. بیا یه کاری بکن، بیا یه روز ما بت هامونو میپرستیم، یه روز هم تو با مریدات برو خدایی که دیدنی نیست تو بپرست. تو چی کار به ما داری؟ ما چی کار به تو داریم؟ اون کسی هم که این طرحو داد صفوان ابن امیة ابن وهب بود، خدا لعنتش کنه، که یکی از لجبازترین آدمای روزگاره. این آقا 2-3 تا ستاره داره تو تاریخ، میگن فلانی ستاره دار شد. واقعا اینجوریه. سوره قل یا ایها الکافرون به خاطر همین پیشنهاد این مردک نازل شد که یه روز ما بت میپرستیم، یه روز شما خدای خودتون رو برسید. سوره نازل شد یا قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یا اینقدر پیغمبر رو مسخره کرد که سوره ویل لکل همزة مال اینه، بانی این نزول این سوره مبارکه این ملعونه، از بس همز و لمز میکرد، توهین میگه. یه چیز براتون بگم جالبه، نقشه قصه لیلة المبیت رو این آقا کشیده، یعنی این استاد ابو سفیانه. یه چیزی میگم عرض میکنم استاد تازه اوه. ببین این دیگه چه جونوریه که طرح داد، گفت که ما از 40 تا قوم با هم نماینده میفرستیم، شب همه با هم 1 ساعت میریم بالا سر بستر پیغمبر، با هم شیشویه میاریم پایین که اگرم پیغمبر یعنی کشته میشه دیگه. بعد اینا طایفه پیغمبر میخوان با 40 تا قوم بجنگن، بعد آقا دیه رو میدیم و خلاص. که امیرالمومنین رفتن جای پیامبر خوابیدند و آیه لیلة المبیت نازل شد. این بانیش کیه؟ همین صفوان ملعونه. اصلا تو اینترنت بنویسید زندگی صفوان ابن امیه با الف. بنی امیه هر چی داره از این داره، بر همشون لعنت. پسرش هم دوباره بدتر از خودش، اما حالا بعد پسرش توی یه قصه هایی تو بحث جنگ حنین و اینها مسلمون شد و کاری نداریم. اصلا خوندنی است زندگی ها. من یه نکته میخوام بگم خیلی مهمه، به خدا اینا خیلی مهمه. سوال: چرا مبدأ تاریخ اسلام شد هجری قمری؟ چرا 13 رجب نشد؟ چرا خود مبعث نیست؟ چرا 17 ربیع تولد پیغمبر نیست؟ چرا غدیر خم که عید الله الاعظم و عید الله الاکبر؟ اصلا همین رو بگذاریم، چرا تولد حضرت زهرا نیست؟ دیگه ما که مهمتر از حضرت زهرا نداریم که؟ داریم؟ نداریم. اگه بخوام من قرآنی بحث بکنم دیگه به بحث خودمون نمیرسه. شما ببینید وقتی به امام میرسه قرآن میگه مصباح مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ. حالا این لؤلؤ مرجان، یا مثلا تو سوره نور مصباح المصباح، ولی وقتی به حضرت زهرا میرسه میگه مشکات. فرق است بین مشکات و مصباح. انشالله فاطمیه بیاد من براتون یادم بیاره، من یادم میره براتون عرض کن. چرا تولد حضرت زهرا نی؟ چرا مبدأ تاریخ اسلامی هجری قمری است؟ رو بحث هجرت یه مطالعه بکن، معلوم میشه مهمترین خروجی مکتب اسلام و هاجروا الی الله هست. یعنی مسلمان اگر مهاجر الی الله نباشه 2000 نمیاد.
چون وقتی مبدأ تاریخ شد بحث سند پیش میاد. شما هر کاری خاصی بکنی باید برای اون سند امضا کنی، مهر کنی، تاریخ بزنی و اون تاریخ چیه؟ هجری قمری است. عربی اسلامی اینه دیگه، که این هجری قمری، هجرت پیغمبر، چرا اینقدر این هجری قمری باید تو زبونا باشه؟ چرا نباید فراموش بشه؟ چرا باید تو ذهنا بمونه؟ چرا باید ثبت بشه؟ اصلا چرا این به عنوان یک سند باید نوشته بشه؟ به خاطری که اصلا مکتب اسلام آمده است که انسانها را هجرت دهد از ظلمت، بگید، به نور، هجرت دهد از جهل به علم، هجرت دهد از لجبازی به اطاعت، هجرت دهد از سوء خلق به تواضع و خشوع، هجرت دهد از ظلمت به نور، هجرت دهد از بدی به خوبی. حتی برای شما که خوبان در جلسه ما هستید همتون به حمدالله، شما هم باید اهل هجرت باشید. چطور؟ ما که خوبیم دیگه. نه، هجرت کنید از این خوبی که هستید به خوبی‌های بالاتر. مثلا نماز میخونید ولی گاهی نماز اول وقت میخونید، از این که نماز اول وقت نمیخونید هجرت کنید. حالا نماز اول وقتتون مقیده، هجرت کنید، نماز شب بخوانید. هجرت کنید. شما فقط ماه مبارک رمضان حتما میخوان یه ختم قرآن داشته باشید، سعی کنید تو طول سال از این انس نگرفتن با قرآن. متوجه شدید چی میگم؟ پس قصه هجرت مهمه. خب حالا اونا که میخوان مردم رو نگه دارن، نگذارن رشد کنن، اینا با هر چیزی که باطل رو تعطیل میکنه، حق رو قوی میکنه، مردم از تاریکی به نور میکشونه، باش مبارزه میکنن با هر چی که بتونن، لسانن، قدمن، قلمن، مالن، هر چی. تا اومد این مکتب اسلام به دنیا و تاریخ ثابت کنه مکتب ما مکتب اخلاقه، مکتب ما مکتب عقلانیت، نگذاشت. 23 سال پیغمبر اکرم اینقدر زجر کشید که فرمود هیچ پیغمبری مثل من اینقدر زجر نکشید. ما اوذی نبیون مثل ما اوذی. آخرش هم کشتنش. تمام. امیرالمومنین بمیرم، او که 25 سال خانه نشین شد، 4 سال و 10 ماه هم که حکومت به دستش آمد، نگذاشتن یه لیوان آب خوش از گلو علی بیاد پایین. مارقین و ناکسین و قاسطین و خوارج و منافقین و فلان نگذاشتن. علی دائم جنگ. حتی یه نماز جماعت برای حضرت علی نگذاشتن درست بخونه تو کوفه یعنی خلیفت المسلمینه. گوستاو لوون فرانسوی میگه وقتی امیرالمومنین خلیفت المسلمین شد، 20 کشور زیر نظر علی بود، امپراتوری بود، ایران تا مرز روم تا شام تا چین، کل اینجا. اما همین امیرالمومنین که سلطان است، خلیفت المسلمین است، بارها و بارها تو نماز جماعت میبردن، نماز جماعتش به هم میریخت. بخونید تاریخ. حضرت امام جماعت مسجد کوفه پر، یوم این منافقین میمدن شروع میکردن آیات منافق رو خوندن که یعنی علی چیه؟ زبان املال فلان. خب وقتی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، باید همه دمونه چیکار کنه؟ باید سکوت کنه که اینا قرآن بخونن. وقتی قطع بشه ادامه بده. بارها و بارها شاید تو یه حمد و سوره 10 بار کلام علی رو قطع میکرد. بعد میمدن گفتن آقا ما میدونیم کی بودا، بگیریم بزنیم زندونیش کنیم. حضرت محمود به چه جرمی؟ به جرمی که قرآن خونده. آقا قربونتون برم دیگه، اینا میخوان بگن شما منافقی. فرمود اینا چیزی نگفتن، اینا فقط آیات منافقی اینا خوندن. این اوج مظلومیت. از دلی نمیدونه اینا همه توهین بازیه، ولی چه کنه علی؟
علی رم کشتن. امیرالمومنین آقایون خیلی جالبه، من خواهش میکنم این سخنرانی رو نه به خاطر من که کوچیک شما، به خاطر اهمیت موضوع، فایلش رو که تو پیج گذاشتن یه بار دیگه گوش کنید. تنها من خطبه نشینتون میدم 3 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امیر میخواد خطبه بخونه، کل خطبه 3 دقیقه است. میگیم آقا مگه خطبه 3 دقیقه هم داریم؟ مگه خطبه 2 دقیقه هم داریم؟ 2 تا جواب میدن. 1، حضرت علی قرار بود برای مردم صحبت بکنه، این مردم بی لیاقت علی رو وادار میکردن حرف نزنه. چی بگه برای اینا؟ وقتی حضرت علی میگه سلونی قبلا تفقدونی، من تا هستم از من سوال کنید، من طرق آسمان واردترم تا طرق زمین. بعد مردک بیاد پا منبر بلند بشه بگه یا علی اگر خیلی باسوادی موهای بدن الاغ من بگو چند تاست. سعد ابی وقاص ملعون، این تازه گنده ایناست، این تازه گنده ایناست. حضرت فرمود، یه سریت گناه فرمود والله میدونم موهای بدن خودت با الاغت چند تا مو داره و من عددم بگم شما قبول نمی کنی، اما یه چیزی میگم که تو تاریخ ثبت بشه که بدانن همه. علی بی خود حرف نمیزنه. تو یه طوله ای تو خونه ای داری و بزرگش میکنی که در آینده حسین منو سر میبره، پدر همین عمر سعد لعنت الله علیه اجمعین. آقا حضرت علی کارش به جایی رسید که فرمود خدا مرگ به علی بده که هم علی راحت بشه از دست شما، هم شما از علی راحت شید، هم شما از من خسته شدید، هم من از دست شما خسته شدید. خدا مرگ به من بده. این خیلی عجیبه. خدا شاهد تو عالم بگردید مظلومتر از امیرالمومنین. کشتن علی را. فزت و طرب بالکعبه هم آقا ما باید ایرونی معنا کنیم نه عربی. آقا اگر من بخوام به یه عربی به من بگه فزت و طرب بالکعبه یعنی چی؟ میگم این فزت و طرب بالکعبه عربیه. اما اگه شما از من بپرسید که ایرانی هستید آقا فزت و طرب بالکعبه یعنی چه؟ میگم یعنی حضرت علی فرمود به خدای کعبه دستتون راحت شده، با خدا راحت شده. علی کارش به جایی برسد که بگه مردم بلایی سر من آوردید که انگار خار تو چشم تیغ تو گلوم گیر کرد دست شما و اف بر این دنیا. واقعا این رو من نشست زار زار گریه کرد. ای کاش امیرالمومنین امروز بود، ما میشستیم پای منبر علی با این جوونا، با این بچه های هیئتی به امام حسین میمردیم برای علی. حیف امیرالمومنین 1400 سال زود اومد، باید الان میومد. الان خدا میدونه این جوانهای هیئتی شماها گاهی برای شنیدن یک کلام از کلام گوهربار امیرالمومنین چقدر وقت میگذارید، چقدر برای یه جلسه‌ای که مربوط به اهل بیته زحمت میکشید. دم همتون گرم، جا همتون خالی بود مسجد کوفه، اما امیرالمومنین گریه میکرد میفرمود اف بر این دنیا، اینقدر علی رو پایین آوردید که منو با معاویه یه جا کرد، منو کنار معاویه کشوندید، اینقدر علی رو کوچیک کردید که گفتید علی و معاویه. علی رو کشتن، نگذاشتن حرف بزنه. امیرالمومنین که خطبه بی نقطه دارد غیر بسم الله الرحمن الرحیم. هنوزم من موفق نشدم برای شما تهرونیا، با وجود که 30 سال تهران منبر میرم نتونستم. اصفهان چرا؟ اصفهان موقع که خیلی بیشتر منبر میرفتم تو ماه مبارک رمضانی، خدا 1 سال من توفیق داد من 2 تا خطبه تو ماه مبارک رمضان برای مردم خوندم. یه خطبه از حضرت امیره که بی نقطه است، یعنی بعد بسم الله الرحمن الرحیم و خطبه بسیار طولانی هم است، یه نقطه ندارد، یعنی معجزه های کلامی مولاست. و یه خطبه دارد که الف ندارد، خیلی عجیبه. اکثر کلمات عربی چی داره؟
الف و لام داره. یه خطبه طولانی است که بعد بسم الله الرحمن الرحیم شما یه الف از حروف الف با نمیبینید، از معجزه های کلامی مولاست. من در عجبم از بچه هیئتیامون که اگه یکی از ما بپرسه که از امیرالمومنین چه میدانی، اولین حرفی که میزنیم از ذوالفقار علی میگیم. ذوالفقار چیه؟ کلام علی، خطبه های علی، منطق امیرالمومنین. خطیبی در عالم مثل علی ابن ابی طالب دنیا ندید، نمیبینه، نخواهد. معدن علم است علی، فلسفه ارسال رسول است علی. امیرالمومنین متدین نیست، امیرالمومنین خودش دین است. علی عادل نیست، خودش عدل است. علی عالم نیست، خود علی علم است. ما چه میفهمیم علی کیست؟ علی دق کرد و مرد. ببین کار علی به کجا رسید که سعسعی میگه، میثم هم یه روایتی دیدم، هر دو میگن دیدیم یه روز امیرالمومنین تو مسجد کوفه تنها نشسته، سر به ستون اینجوری، هیچ کس هم تو مسجد نی. حضرت علی تو فکر رفته، گاهی به این محاسن یه دست مبارکی میکشه بود، های های گریه. گفتم آقا خیلی دلتون گرفته. فرمود دنیا هر دشمنی داشت با علی کرد، هر کاری از دستش برمی اومد کرد. فاطمه ما که گرفت، پسرم محسن که گرفت، برادری مثل پیغمبر گرفت. بعد خیلی جالبه، میثم یا سعسعی میپرسه آقا دلتون گرفته، دلتون برای کی تنگ شده؟ فرمود اف بر این دنیا، چه برادرای خوبی داشتم من دلم برای ابوذر غفاری تنگ شده، خیلی رفیق خوبی بود، رفیقام هم گرفتن. این که علی تا ناف سرش رو تو چاه میکرد برای چادر میکرد. شیعه باید هر وقت یا علی میگه صورتش خیس بشه، هر وقت. تهرونیا شما این حرف بهتر از بقیه شهرها میگیرید، زودتر میگیرید. من یه سوال ازتون میکنم، هرچی جوابش بلده با گریه بگید. شما بابایی غریبتر از علی سراغ دارید؟ بابایی غریبتر از علی نیست. پیغمبر فرمود انا و علی ابا و هذه الامه. همین بابا را خیلی اذیتش کرد، از خدا طلب مرگ میکرد. خب علی رو کشتن، نگذاشتن که حرف بزنه. از امام حسن بگم، امام حسن که سلام میکرد جوابش رو نمیداد. ببین زودتر از سنش موهای سرش سفید شد. یکی یه روز پرسید آقا جان مگه چند سالتونه همه ریشاتون سفید شده، موها سرتون؟ فرمود اونی که من تو کوچه دیدم هیچ کس نه. حسن هم کشتن. فقط کسی نگه حسن ابن علی شهید مثلا زهر جفا شد، فرمود نه من شهید تو کوچه شدم. اتفاقا من از زهر ممنونم، چون من هر روز داشتم میمردم چون خیلی قد کشیدم که اون سیلی به من بخوره به مادر نخوره. نشد. حسنم کشتن. شما کل روایات امام مجتبی رو بخواین جمع بکنیم میگه چقدر گذاشتن امام حسن، میگم سلام میگرده جوابشو نمیدادن، چه تهمت ها زدن، چه حدیثه جعلی نامردا بنی امیه درست کردن. 300 تا زن داشته، ترسو بوده. امام حسن ترسو بوده؟ برید جنگ جمل رو بخونیم ببین در سن 16-17 سالگیش چه کرده. حسن رفت شهید شد. حسین هم که چه عرض بکنم از شهادت امام حسن تا امام حسین 10 ساله.
چند بار میخواستن حسین ابن علی رو ترور کنن. میدونید معاویه لعنت الله علیه 6 ماه قبل از عاشورا به درک واصل شد و الا چند بار خود معاویه ترک ترور امام حسین کشیده بود، نتونست، نشد. حسینو که دیگه آقا ریز ریزش کرد. 40 بار میخواست حرف بزنه. آقایون حواستون باشه، من میخوام یه فرمایش از امام حسن عسکری بگم، مجبورم اینا رو توضیح بدم خیلی هم سریع که مزاحم مداحی عزیزمون نشیم. ببینید 40 بار میخواست امام حسین حرف بزنه، نذاشت. یا سنگ به هم زدن، یا شمشیر به هم زدن، یا کیل کشیدن، یا ببخشید جوونا شما میفهمید بهتر، حسین رو هو کرد. تا میمد حرف زد 30,000 نفر. 40 بار. فقط یه جا تونست چند دقیقه صحبت کنه، اونم تو قصه علی اصغر امام حسین. اونم یه جور امام حسین، چون ببین نمیخواد با معجزه بیاد. امام میدونه که تا میشه معجزه فاصله میگیره، چون معجزه خیلی خوبی‌ها داره، ولی همین معجزه میتونه برای بعضی از موضوعات مشکل سازم بشه، چون بعضی ها که مریدن معجزه رو باز نمیتونن هضم کنن. برای همین بعضی ها امیرالمومنین رو خدا خوندن العیاذ بالله. اینا یه توضیح داره ها، اینا مثلا یه بحثیه، اونا که اهل تحقیق باشن متوجه میشن من این رفرنسی که دارم میدم برای کجا و کجا و کجا و کجاست. لذا تا میشد ائمه معجزه نشون نمیدادن، نمیذاشتن، چون به عقیده من معجزه اینقدر که ضرر داره برای آدمای بی ظرفیت نفع نه. همین الان ببینید تو فضای مجازی اگر یه روحانی، یه سخنران، یه مداحی یه معجزه از ائمه نقل کنه چقدر مسخرش میکنن؟ یعنی چی؟ چرت و پرتا چیه؟ این حجمیات چیه؟ با عقل جور در نمیاد. اگه با عقل جور در بیاد که اسمش معجزه، اصلا نمیفهمه چی میگه. تازه حالا که عصر تکنولوژیه، تازه حالا که هوش مصنوعی اومده، حالا که ادعا دارن کره ماهو گرفتن، معجزه رو زیر بار نمیرن. تازه حالا اون موقع ببینید ما 2 تا امام داریم که بهش گفتن خدان، اینا به خدای. حتی حضرت امیر سلام الله علیه یکیشونو زنده دستور داد آتیش بزنن به جرم کفری که میگفت. همونطور که داشت میسوخت میگفت دیدید ثابت شد علی خداست. یکی امیرالمومنینه، یکی امام صادق. تا میتونست امام از معجزه فاصله میگیره، مگر اینکه بخواد حجت رو تمام کنه، اون یه بحث دیگه است. امام حسین هم کشت و الا جعفر جنی یا جعفر جنی هم آمد. اینو نه افسانه است. من تا حالا هیچ وقت رو منبر توضیح ندادم، چون به عقیده من، به حوزه من، به شاگردای خودم هم میگم خیلی از حرفا مال تو حوزه است، مال کسانی نیست که خیلی تحقیق کرده باشن، چارچوب اعتقادشون درست باشه. این مال حالا نیست، مال اینجا نیست، کاری نداریم. بارون سرخ اومد، زمین لرزه شد، خاک بلند شد، اینا بابا سر بریده حرف زده دیگه. بعد گفتن نگاه کن اینا خانوادتاً ساحرن. میدونید که 5 تا سر بعد از شهادت سخن گفته. اولین سری که، چون حالا شب شهادته میگم و من این حرفا رو فقط تو محرم و اینا میزنم، من خیلی حرفا رو حتی 10 دومم نمیزنم، چون این حرفا فقط مال محرمه. اونم خیلی حرفا مال 10 محرم، مال شب اول تا 8مش هم نمیگم. بعضی حرفا فقط مال شب عاشوراست، یعنی من سالی 1 بار میزنم. اما حالا اگه بدونید عرض میکنم. یه کتابی است به شما معرفی میکنم، این کتاب رو حتما مطالعه کنید. سرهای سرافراز مال حضرت آیت الله سجادی است. این کتاب بی‌نظیرترین کتاب مقتلی است و مستند.
5 نفر بودن بعد از شهادت سخن گفت. اولین سر بریده‌ای که بعد از شهادت سخن گفت سر یحیی بن زکریاست که قرآن هم اشاره میکنه. دومین سری که سخن گفت حبیب نجار است، در سوره مبارکه یاسین قلب قرآن، قصهش قرآن میگه که زدن کشتن شهیدش کردن، دیدن بدن و زبون داره حرف میزنه، اینقدر سنگش زدن که زیر سنگ ها مخفی شد و اینا. سومین کسی که سخن گفت بعد از شهادتش، سر بریدش صحبت کرد، یعنی بعد از شهادت سخن گفت و همه شنیدن، جعفر طیار برادر امیرالمومنینه. چهارمین سری که سخن گفت سر بریده امام حسینه. پنجمین سر و آخرین سری که سخن گفت سعید ابن جبیره که اینم بخونید تو تاریخ. ولی هیچ کدوم از این سرا مثل سر ابی عبدالله جسارت نشد. 3 نفرم چوب زدن، 1 نفرم نزدن. اگه تحویل میگیرید من عرض بکنم. اولین کسی که به سر بریده حسین جسارت کرد شمر بود. سر که برید توی توبره انداخت، توبره رو انداخت گردن اسبش. بعد شنید سر بریده میگه خدا گوشتاتو از استخون جدا کنه که سر من از بدنم جدا. اینقدر با چوب به سر بریده زد که امیدوارم هر که اشک چشم نداره اصلا نفهمه من چی میگم. وقتی سر به عبیدالله تو کوفه رسید گفت چرا چشم خونیه؟ چرا سر به هم ریخت؟ دومین کسی که به سر بریده چوب زد عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه تو کوفه است. یو همه شنیدن تو مجلس عبیدالله سر بریده داره میگه وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب. اما این سومین جلسه با همه فرق میکرد. مجلس شراب بود و مجلس یزید. وقتی شروع کرد ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا، من نمیگم چی شد، اما سکینه گفت عمه ببین با سر بابام چه میکن. زینب زیر چشمی نگاه کردید فقط دست با چوب بالا میره میاد پایین. یک دندون سالم تو دهان حسین نموند. معجزه است اینا. اما گفتن اینا سحر. حسین هم کشتن. نوبت رسید به زین العابدین. 34 سال ممنوع المنبر بود زین العابدین، اصلا نمیذاشتن حرف بزن. رهبری او برای جامعه در نماز و دعا و ادعیه بوده که اینم خودش بحث است. من یه جمله به شما بگم چون عرض کردم این سخنرانی خیلی مهمه، یه بار دیگه گوش کنید. این رفرنس و آدرس هم میدم. آقایون ما سرمایه شیعیمون یکی دوتا نیست. قرآن هست، حدیث هم هست، احادیث از اهل بیت. سومین سرمایه ما که کمتر از آیات و روایات اهل بیت نیست چیه؟ دعاست. صحیفه سجادیه است که متاسفانه بسیار مغفولم مونده. یعنی اصلا ما قصه دعا نه علمی نگاه میکنیم، نه فنی نگاه میکنیم، نه سیاسی، نه اجتماعی، نه فرهنگی، نه تربیتی. در حالی که میگه اسم دعا که میاد یعنی برو مثلا تو این دعا شفا مریض تو بگیر بیا. بابا اینا نیست. مثلا یه تیکه دعای زین العابدین اینه که خدایا بر آبهای آشامیدنی کفار و مشرکینی که لجوجن و به هیچ وجه من الوجوه قابل هدایت نیستن وبا قرار بده. 1400 سال پیش امام سجاد ویروس وبا رو، میکروب وبا رو با چی نقل کردن؟ با آب. الان بعد از 1400 سال دانشمندان فهمیدن تنها جایی که وبا ویروسش منتشر میشه فقط رو سطح آبه، هیچ جا دیگه.
و اتفاقا اون دانشمندی که این قصه رو کشف کرد مسلمان شد و شیعه شد. برای همین یک کلمه ما نگاه نمی کنیم، ما علمی نمی بینیم. آقایون امام سجادم 34 سال ممنوع المنبر، امام سجادم کشتن. دعوا شد بین بنی امیه و بنی العباس. توی این دعوای بنی امیه و بنی العباس که 10-20 سال کشمکش بود، درسته که اینا عبدالله صفاح اومد خیلی بنی امیه رو کش، رو جنازه ها فرش پهن کرد، رو فرش ها نمیدونم سفره پهن کرد. آقا من یه زمانی باید یه منبر فقط 1 ساعته برم فقط برای عبدالله ابن صفا که چه کرد. حتی برای خدا نبودا، دمش گرم ولی خدا تو کار نبود. آره انتقام از بنی امیه گرفته ولی ادعا داشت. چه کردن به من؟ آقا تو این دعوای بنی امیه و بنی العباس خوب گوش بدین ها. الان من حدود تقریبا نیم ساعت 35 دقیقه است دارم مقدمه چینی میکنم که اینو بگم. از خاتم انبیا تا امام باقر و امام صادق بیش از 1 قرن طول کشید. درسته؟ هیچ جا نتونستن، هیچ جا ائمه ما نتونستن به دنیا ثابت کنن که عقلانی ترین مکتب در تمام عالم مکتب تشیع و اسلام علوی است، نه اسلام عمری. اسلام قدیر است، نه اسلام بنی امیه. خب نشد. کی تونست ثابت کنه؟ امام باقر و امام صادق. برای همین میگن شیعه جعفری، شیعه باقرین، چون میدونی که باقر فقط لقب امام باقر نیست، به امام صادق هم میگن باقر العلوم. صادق فقط مال اوشون نیست. درست؟ شاگرد تربیت کرد. چه کردن امام صادق و امام باقر؟ کادر بندی کردن. آقایون 18,000 نفر میگفتن سمعت عن ابا عبدالله. حالا توی 18,000 نفر جا صدیق مسیحی بود، خاخام یهودی بود، سنی بود، به تعبیر امروز مولوی سنی بود. سنی ها که بودن، ولی میگفت افتخار من اینه که از امام باقر من درس گرفت. یعنی همه البته 18,000 نفر، اینو به شما بگم در یک مجلس واحد نمی نشستن. 18,000 نفر خیلی هست. نه، در طول این 20 و چند سال که این دو امام کلاس تشکیل دادن 18,000 نفر از کلاس های این دو امام شاگردی کردن و استفاده کردن. بعد چه کردن این دو امام؟ اومدن کادر بندی کردن، شاگردا رو تو موضوعات مختلف تربیت کردن. مثلا ببخشید من باید توضیح بدم. مثلا یه نفر میمد میگفت که جعفر صادق کجاست؟ میگفتن تو مسجد اون بالا، اون آقا اونجاست. با یه تبختر و تفرعن و تکبر این میگفت من فقط با خودت حرف دارم. حضرت میفرمون سلام علیکم، بفرمایید من در خدمت شما. فقط خودت جواب منو بده. حالا صدها نفر نشستن، من در خدمت شما هستم، بفرمایید. ببین محول به کس دیگری نکن. آقا سوالتون رو مطرح کنید. مثلا یک سوال سماوی داشت، یه سوال در ادیان داشت. حضرت میفرمودن که اجازه بدید این سوال شما رو زراره جواب بده. نه، ببین من که اینجا نشستم، اگر زراره نتونست قانعتون کنه من جوابتون رو میدم. یه چیزم به شما بگم، اگر تونستی زراره رو شکست بدی منو شکست دادی. شاگردا رو چقدر قشنگ تربیت کردن که کلام اون کلام منه. بعد اینا جواب میدونه. ما اینا نهنگ بودن. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله امام فرمود که یکی از مشکلاتی که الان تو حوزه است و دانشگاه، حالا من چون تو محیط دانشگاه چند سال بیشتر استاد نبودم، استاد کلاس نمیرفتم، خیلی از دانشگاه خبر ندارم. حالا اونا که تو دانشگاه هستن شاید
حرف منو بهتر بدونن. اما تو حوزه که هستم دیگه. خب یکی از مشکلاتی که تو حوزه های شیعه هست اینه که تو حوزه ها ماهی پرورشی آکواریوم تربیت میکنن. دیدی ماهیایی که تو آکواریوم چقدر خوشگلن، چقدر خوشگلن، چشش اونجوری و دمش اونجوری و سطح رنگ درنده اینا. اما اگر همین آکواریوم اکسیژنش قطع بشه، اینا بعد از 5-6 دقیقه یکی اینجوری میان رو هوا. استاد ما فهمون حوزه نباید آکواریوم باشه، باید دریا باشه. وقت تو دریا کوسه هست، نهنگ هست، طلبه باید دریده باشه تو مسائل علمی. و خودشون، من تنها حوزه‌ای که دیدم حوزه امام باقر و امام صادق بود، من جای دیگه نرفتم و نمیدونم، اما چیزی هم به گوشم نرسیده. تنها حوزه ما بود. چرا؟ چون استاد ما وقتی اصول عقاید درس میداد 1 سال خودش خاخام یهودی بود. 1 سال عالم یهودی بود، به عنوان یک عالم یهودی اشکال به قرآن میگرفت، به پیغمبر میگه خب جواب. 500 تا طلبه فاضل نشسته بودن، 1 نفر پس استاد بر نمیاد. هر چی میگفتن میگفت آخر اون حدیثو چی میگی؟ اون آیه چی میگی؟ همه موتورا پایین. بعد میفهمدن خب حالا اگر یه یهودی هرچی اشکالی به قرآن گرفت این جوابش. 1 سال ما تورات رو زیر و رو کردیم. بعد 1 سال میشدن کشیش مسیحی، شبهات مسیحیت رو مطرح میکرد. 1 سال میشدن بهایی، 1 سال میشدن زرتشتی، 1 سال میشدن صوفی. اوه این صوفی خیلی خیلی کار داشت، چون صوفی ها خب بخشیشون هم از خودمونن، دم از علی هم میزنن، ولی خطرناکتر از یهود و نصاران. اینا بحث تخصصیه، کاری نداریم. امام باقر امام صادق میفهمودن که زرار تو جوابشو بده. اینا میمد وسط میمالون طرف و به هم، یعنی 3 سوته 3 دقیقه مجاب میکرد، اونم گفت تسلیم. ولی جالبه تا میرفت امام صادق فرمود مومن تاق، آقای مثلا زراره، آقای هشام، ببین این استدلالا رو 1 2 3 آوردی، طرفم قانع شد، ولی به استدلالی که آوردی اشکالات وارد دیگه، این استدلال رو نیار. یعنی طلبه رو شاگرد رو چیکار میکردن؟ بگو. تربیت میکردن. طرف خودش میشد یه نیمچه امام باقر. یه آقایی است، ببخشید خستتون کردم، امشب ظاهرا بنای این جلسه از قرآنش گرفته خیلی طولانی شد به خاطر غیبت بنده و بکنم منم خیلی حرف میزنم. حالا خسته شدین خدا وکیلی 1 ساعت زودتر به من بگید، من تمومش میکنم. چون آقا مداح تشریف آوردن آقای حریری، خب خدا رو شکر، شاید تا 1 ساعت دیگه هم من حرفام هنوز مونده. ببین یه صلوات ختم کنید من عرض کنم. ممنون. عرضم به حضورتون که مکتب امام باقر و امام صادق قشنگیش اینه. مثلا طرف نجوم سوال داشت، میگفت مثلا آقای یونس بن عبدالرحمن شما بگو، ابو حمزه سامالی تو بگو. همه هم یه شاگرد نبود، همه شاگردا. بعد تحلیل میکرد. بعد میفهمود سخن او سخن منه. همین حرفو امام هادی و امام عسکری برای یه بزرگوار زدن که ایران که چه عرض کنم، به خصوص شما تهرونیا مدیونشید. کی؟ حضرت سیدالکریم، که طرف از همین تهرون شما پا شد رفت، پدرش در اومد تا به سامرا رسید، بیچاره شد. 10 بار وقت بود بگیرن زندونش کنن که تو چیکار به امام حسن عسکری داری. بعد آقا فهمیدن این همه راه اومدی برای چی؟ سلام منو به همشهریا و تهرونیا برسون، به اهل ری بگو باباست عبدالعظیم حسنی، سخن او سخن ماست، حرف او حرف ماست. تا اینجا هم نمیخواد بیاین، کلام او کلام. ببین چی باید
چجوری شده باشه که امام بگه حرف او بگو. حالا همین یک کلمه رو خواهش میکنم گوش ذهنتون داشته باشین که آیا مثلا اگر امام زمان بخوان هرچی حرفی به من و شما بزنن میزنن؟ همین خیلی من خوشم میاد، خیلی آقا چی دارید، خیلی اعتماد به نفستون بالاست. بعضی اینجوری میکردن. آره راست میگید، مرد حسابی. چجور آدم باید باشه که آقای محمد ابن ابی عمیر با عین، اینا رو گاهی یادداشت کنید، از این موبایلتون خمس و زکاتش هم بدید طور به قرآن، یه استفاده خوبم از این گوگله بکنید مادر مرده، همش تو چیزای دیگه نرید. این محمد ابن ابی عمیر که محمد ابن ابی عمیر هم بازاریه و کاسبه، هم شاگرد مکتب امام صادقه. میدونی امام صادق به محمد ابن ابی عمیر چی گفته؟ به امام حسین شما بگردید تو شاگردای امام مثل محمد ابن ابی عمیر به این عبارت نمیبینی. اصلا من دیوانه این حرفم. فرمود محمد ابن ابی عمیر من هر وقت شما رو میبینم یاد بابام امام باقر میفتم. یا قمر بنی هاش. ببین حرف امام صادق محمد ابن ابی عمیر، شما حکم پدر رو داری برا من. ای بابا، خود ولی خدا پدر عالم است، اما یه شاگرد ببین کجا میرسد که ولی خدا میگه من شما رو مثل پدر خودم میبینم. من شما رو که میبینم احساس نمی کنم پدرم از دنیا رفت. عجیبه. به ابو حمزه سمالی، ابو حمزه شاگرد 4 تا امامه، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم. امام صادق وقتی میرسه به ابو حمزه سمالی پیشونی ابو حمزه رو میبوسه، همیشون که دو ابو حمزه یادگاریشون. میفهمد ابو حمزه من هر وقت تو رو میبینم قلبم آروم میشه، خدا خیرت بده، خوشحال میشم میبینم. ایشا گرده اینا بودن. خب امام باقر، امام صادق زمان خودشو کشیدن، به قول خودمون گل زدن، اینا رو زدن کشتند و شهید کردن. یه سوال میکنم ازتون جوابش روش فکر کنید. چرا منصور دوانقی لعنت الله علیه قاتل امام صادق، چرا منصور دوانقی کاخ همراهشو بغداد ساخت تو عراق؟ اصلا تو چرا رفتی تو بغداد حکومت تشکیل دادی؟ خود تو که طرفدار عمر ابوبکری. ابوبکر وقتی خلیفه شد، یعنی کودتا کرد و خلافت غصب کرد، مدینه پایتخت سیاسیش بود. وقتی مرد عمر مدینه، عثمان مدینه. حضرت علی چرا رفت کوفه؟ برای که کوفه در عراق بود، عراق بغل ایران بود، رفت آمد ایرانیا بود، مرکز کل ممالک اسلامی بود کوفه. و خیلی از جوانای ایرانی با حضرت علی آشنا شدن، حضرت علی براشون کلاس گذاشت. گستاو لوون میگه تا 50,000 جوان ایرانی از فضل علی و شمشیرزنی علی کلاسای علی استفاده کردن. چند تا؟ 50,000. ببینید تاریخ. خب آقای منصور دوزاری دوانقی که میدونی چرا بهش میگن دوانقی؟ بس گدا بود. از بس گدا بود، یعنی یک درهم نمیچکید ازش، به کسی کمک نمیگه، خسیس بود خیلی. خب منصور دوانقی تو چرا رفتی کاخ ساختی؟ 10 سال طول کشیده تو بغداد. بعد جالبه حرومزاده حالا که میخواد اومده چیکار کرده؟ حکم داده هر کی میخواد در ساختن کاخ همراه من کمک کنه اولویت با جوانای مدینه است، هیچ جا دیگه نه. اگه کسی هم مدینه نبود بغداد و بصره و هر جا دیگه. چرا؟ آخه شما بس عاشق پیغمبری، جوانی که از مدینه میاد بو پیغمبر میده و قبر پیغمبر. نه، چون 2 تا کلاس از 2 امام در مدینه است و اینا نمیتونن پس او کلاسه بر بیان، لذا اومدن به بهانه کاخ ساختن جوونا رو از مدینه کشیدن بیرون، گفتن با بهترین پول و زمین میدیم، خونه میدیم، زنتونم میدیم، پولتونم میدیم، بیاین
بغداد کار کنید. خیلی از جوانها برای پول و شغل و کار همه کجا رفتن؟ بگو. بغداد. نبودن پا درس امام باقر امام صادق بشه، فقط میخواستن این حرفا به گوش اینا نرسه. یک کاخ ساخت، چقدر هزینه کرد برای اینکه کلاس درس امام باقر امام صادق چی بشه؟ خلوت بشه. خیلی بیشونیش اینجا بغلی من توجه فرمودی؟ طوری کشتن امام باقر امام صادق. بعد دیدن فایده نداره، موسی بن جبل گفتن باید بیاد بغداد، 14 سال زندونیش کردن، اونم کشت. نوبت رسید به امام رضا، به درک واصل شد. هارون پسرش که آمد طوله او دید نه دیگه مثل اون نمیشه و گفت سیاست باید عوض کنیم. گفت که نه، امام رضا بله اولاد پیغمبر ولی عهد ما. حضرت رضا فرمودن من کاری با حکومت تو. ببین باید قبول کنیم مردم رو تحریک کردن که امام رضا، شیعیان امام رضا رو وادار کنن قبول کنه. آقا قبول کن تو رو خدا، حالا که نمیخوان دو دست حکومت بدن خودتون میگیرید زیری بار نمیرید. بابا اینا بهانه است. گفتن بعد به شرطی که در عزل و نصب و اینا. خب امام رضا وقتی قبول کرد مدینه امام رضا رو کجا بردن؟ طوس. بعد امام جواد به بهانه این که ایشون پسر ولی عهده بردن یه کاخ بهش دادن، دخترش هم داد به او. بعد گفت ایشون پسر ولی عهده. با بادیگارد می بردن می آوردن که مبادا یه وقت کسی جواد و لئیمه رو تو کوچه تو رفت اومدا. شما نگاه کنی بعد از امام صادق هم عمر ائمه کوتاه شد، هم بین امام و مردم بگو. امام جواد 25 سالش بود شهیدش کرد. نوبت رسید به امام هادی و امام عسکری. حالا چرا میگن عسکری؟ عسکری نیست، گاف اصلا عرب نداره. متاسفانه از بیسوادی بعض از جوانای ما دشمنم استفاده میکنه دیگه. چند وقت یه دانشجوی به من میگفت میدونی چرا این عربا به ما میگن پارس، سرزمین پارس؟ گفتم چرا میگن؟ گفت برای که سگ پارس میکنه. توهین ما. گفتم پسرم تو یعنی سر عمر دانشجو هستی، 3 سال راهنمای عربی خوندی، 4 سال دبیرستان، 4 سال دانشجو، خجالت نمیکشی؟ حرفای زشتو میزنی؟ اصلا عربا پی ندارن مادر 28 حرفه، 4 حرف ه و ژ و گاف و چه ندارن. اینا که تو موبایل ها میخونی. حالا یکی میگو میدونی چرا میگن امام عسکری؟ عسکری هم میگو برای اینکه بهترین انگور عسکری است، تخم نداره. یعنی چه؟ یعنی امام عسکری به چه دار نمیشو. گفتم آقا اولا عسکری نیست و بگو عسکر است. بعد عسکر به عربی یعنی پادگان. این خزعبلات چی سر هم میکنی؟ مزخرفات چی سر هم میکنی؟ خب این تاریخ، خب جونت بالا بیاد برو تاریخ بخونه غلط. حداقل از این موبایل واموندت استفاده کن که بعد از امام جواد امام هادی و امام عسکری رو بردن کجا؟ سر من رعا سامرا، تو پادگان. اصلا نمیذاشتن کسی امام رو ببینه. یه اصفهانی، اونم چون تازه اصفهانی بوده سو زرنگ بوده سو اینا، یه اصفهانی پدرش در میاد بره امام و سامرا ببینه، نمیذارن. گای امام و جمعه مثلا نماز جمعه میبرن میارنش و فلان و اینا. خب میاد یه گاری کرایه میکنه، سبزی فروشی راه میندازه. مادر مرده 6 ماه میاد سر راه امام هادی. این سبزی داریم، بادنجون داریم، سیب زمینی داریم، گوجه داریم. 6 ماه دم راه سبزی فروشی راه میندازه که یه روز امام هادی میان رد بشن. امام هادی میان خودشون کنار چرخ او، چی بهش میگن، گاری او، احوال پرسی میکنن، یه لبخند میزنن. بعد یواشکی سوالش از امام هادی میپرسه. بعد میزنن پدرشو در میارن که تو چی گفت؟ آقا چی به تو گفت؟
که مجبور میشه شبانه سامرا رو ترک کنه، فرار کنه، بیاد اصفهان، بیاد ایران. چرا نگذاشتن ائمه مردم ائمه رو ببینن؟ برای اینکه امام باقر، امام صادق ثابت کردن هیچ مکتبی عقلانی تر از، علمی تر از مکتب ثقلین بگو نیست. دیدن با اینا که نکشته بگیرن، یا باید بکشن یا حبس کنن یا زندان کنن یا تو پادگان تبعید و فلان. خب حالا همه اینا رو گفتم برای این مطلب. ببینید ما تا امام باقر و امام صادق اگه تمام فرمایشات پیغمبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق رو جمع کنیم 70% فرمایشات این 8 معصوم حول و حوش مباحث اعتقادیه، توحید و معاد، ولایت، امامت، ایناست. اما از امام کاظم به این طرف به خصوص هرچی به امام زمان میرسیم میبینیم اکثر فرمایشات اهل بیت 70%شون اخلاقیه. چرا؟ برای این که تا امام صادق و امام باقر دشمن همشو گذاشت رو این قصه که بگن آقا این دین علمی نیست، عقلی نیست، به درد نمیخوره، نتونستن کلاس امام باقر امام صادق به همه ثابت کرد. بعد از اون دیدن خب حالا که نمیتونن ایراد از امام بگیرن، از فرمایشات امام بگیرن، اومدن جدا کردن شیعه ها را از اماما که از دل برود هر آنچه از دیده برفت، تا اینا کم کم به ربا، به نزول، به دروغ، به شراب، به اینا آلوده بشن. و ائمه ما بعد از امام صادق به این طرف همش یه سفارش میکنن آبرو ما رو نریزید، دروغ نگید، خیانت نکنید. چرا؟ برای که فقط با رفتارای من و شما میشود آبروی شیعه را برد. ولی ائمه ما آبرو داد به مکتب. ما هستیم که آبرو ریزی میکنیم. خیلی منو ببخشید، من تا آقای حاج حیدر تشریف بیارید، من سلامت باشید. همون بلایی که من سر آقای دکتر آوردم شما سر من آوردین، قربون خدا برم که ولی خب ثواب این منبر امشب ما انشالله همه با هم سهیم بشیم انشالله. من یه جمله حاجی جان میگم، خیلی ببخشید آقایون به من نگاه کنید، چون میدونم حاج حیدر حالا جلوش نمیخوام بگم از اون مدعا دست مدعاهایی که به سخنرانی و وعظ و خطابه اهمیت ویژه‌ای قائله. لذا من هر وقت ایشون منو وعده میگیرن از نوادر مدعاهان که از اول خودش هم میاد پا منبر میشه، بعضی از مدعا منو وعده میگیرن، من دعا دارم میکنم تازه آقا کلش داره میاد، میگم آقا تو بانی ما هستی چه خودت میای. بعضی از مدعاها فکر کنن فقط مدعایی درسته، درسته که نه، مدعایی با سخنرانی شعور و شور رو درست میکنه، با هم مهمه. ببین الان من بعد من مدعایی نباشه ناقص جلسه قبول کنید. حالا اگر مدعایی باشه سخنرانی نباشه، به خدا بازم جلسه چیه؟ ناقصه، با هم باید باشه. قربونتون برم. من یه نکته به شما بگم آقایون، اسم اون آقا رو من نمیارم، اسم آقا رو نمیارم. ببین چقدر مظلوم بودن اهل بیت که شیعیان درجه یکشون، بعضی از شیعیان درجه یکشون شرابخور بودن. به خدا قسم قلبم وای میسته توضیح بدم، یعنی میترسم چوب بخورم. ببین شعر برای اهل بیت گفته، حضرت گریه کرده با شعراش، پولش هم داده، سله هم داده، باریکلا هم گفته، حتی به شعرهای او اضافه هم کرده، ولی بعد که میخواسته بره فهمیده شراب نخور، تو که ولایت ما رو داری نجس نخور. آقایون تنها کسی که میتونه به مکتب تشیع لطمه بزنه من و شماییم. ائمه ما یه نقطه سیاه تو پروندهشون نیست.
برای همین ائمه ما از امام صادق به این طرف هی میگن بابا اخلاقاتون رو درست کنید، رفتارتون رو درست. حالا یکی از اون سفارشات امام عسکری است. من یه تیکشه میخونم عرضم تمام. تو حفظ العقول صفحه 487 از علامه بهرانی: اوصیکم بتقوی الله، وصیت میکنم تقوا رو رعایت کن. والورع فی دینکم، ورع یه رتبه بالاتر از تقواست. مثال میزنم، یه جوون اومد به من گفت من طلا فروشم، 80-90% مشتریام زنن، 80-90% هم تقوا و حیا و حجاب ندارن. سینه‌ریز میده رو سینه‌شو، میگه به من میاد، به من جوون 27 ساله، چیکار کنم؟ گفتم اگر میتونی شغلتو عوض کنی، طلا ساز بشی، بسازی بدی به اون بنک داره، او بره بفروشه، خودتو در معرض گناه قرار ندی، این اسمش ورعه. اما اگر نمیتونی، مجبوری طلا فروشی کنی، باید تقوا رو رعایت کنی. تقوا یعنی وسط معرکه باشی اما گناه، اما ورع اینه که اصلا تو به خاطری که گناه نکنی شغلتو عوض کن. نمیدونم تونستم بگم. ورع کار هر کسی نیست، ورع خیلی بالاتر. ولی اجتهاد لله، کوشش برای خدا کنید و صدق الحدیث، راست بگید، اینقدر دروغ نگید. مسئولین، ملت، دولت، همه، نه اینا رو بگم و کلن عرض میکنم، آخوندا، مداها، دکترا، مهندسا، پدر و مادرها، کوچیکا، بزرگا، دروغ نگید، دروغ نگید. آبرو اسلام این دروغ میبره. وعده سر خرمن ندید و اداء الامانه، خیانت در امانت. امام صادق فرمود والله قسم، اگر قاتل بابام علی بن ابی طالب بیاد خنجری که باش بابامو کشته به من امانت بده، بعد بیاد پس بگیره، والله بهش برمیگرد. ما تو رگها و خونمون نیست خیانت در امانت. آیا این شهدا امانت ما نیستن؟ آیا این انقلاب امانت نیست؟ آیا این جلسات دینی مذهبی هیئت اینا امانت نیستن؟ آیا اشهد ان علی ولی الله امانت نیست؟ امانت داریم. بچه هاتون امانت خدا نیستن؟ خانومت، دختر مردم امانت دست تو نیست؟ نگذار بی حجاب بشه، نگذار بی نماز بشه، نگذار کفریش بشه، نگذار از رفتار تو بی دین بشه، قربونت برم. امانت داری کن. دختر متدین تحویلت داده باباش، زن متدین تحویل خدا بده. من چقدر خودم بچه هیئتی سراغ دارم زناشون بیدین شدن به خاطر رفتارهای زشتشون. خب بعده دیگه، امانت داری کن. و طول سجود، یه سجده مشتی تو 24 ساعت بکن، یه دونه تو این 17 رکعت نمازا یه سجده مشتی بکن. حالش نداری بعد نماز یه سجده 3-4 دقیقه توی این سجده با خدا حرفاتو بزن. امام عسکری فرمود سجده هاتون رو طولانی کنید، حرفاتون رو با خدا تو سجده بزنید. و حسن الجوار، همسایه داری کنید. صلوا فی عشائرهم، این که مال خودتون نماز بخونید در محله اهل سنت. و اشهدوا جنائزهم، اگه مردن تو تشییع جنازه شرکت کن. نگو سنیه ولش کن، تو اینی تو که شیعه هستی احترام بگذار. و عودوا مرضاهم، اگه مریض شدن دیدنشون برین. و عدوا حقوقهم، شاگردت سنی، زرتشتی، هر کی میخواد باشه حقشو بده. نگو سنیه، سنی باشه، تو که شیعه هستی حقو بده. بعد فرمودن فان الرجل منکم اذا ورع فی دینه صدق فی حدیثه ادى الامانه حسن خلقه مع الناس قیل هذا شیعیون فیسرنی ذلک. بقیه‌شون دیگه بس تو بود. فرمود اگر کسی از شما ورع داشته باشه، آلوده به گناه نشه، راست بگه، دروغ نگه، امین باشه، خیانت به امانت نکنه، خوش اخلاق با مردم باشه، و مخالفین ما به شما اشاره میکنن میگن هذا شیعیون، این شیعه است. بعد فرمود امام عسکری فرمود این کارا ما را شاد میکنه، این رفتاره شما میتونه ما رو خوشحال کنه که کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا. آقا خیلی من فقط یه جمله روزه که منم اسمم تو روزه خونا باشه و دیگه ما در برابر پهلوان روزه دیگه نباید حرف بزنیم، استفاده کنیم. آقایون، در بین ائمه ما داشتیم ائمه که بچه کوچولو داشتن و شهید شدن. مثلا امام جواد
امام هادی کوچیک بود. خود امام رضا، امام هادی نوجوان بود. خود امام عسکری وقتی داشت شهید میشد پسرش مهدی 4 سالش بود. البته اون نگرانی امام عسکری با بقیه فرق میکرد. مثلا امام جواد وقتی داشت شهید میشد تو جوانی بچهش کوچیک بود نگران نبود از قوم و خویشا، چون همه دور و بر امام هادی بودن. اما امام عسکری نگران بود چون بعضی دشمنای مهدی تو خویش و قوم خود امام زمان بودن، مثلا عموی امام زمان. ولی من میخوام به امام عسکری بگم آقا تو داشتی شهید میشدی برای مهدی خیلی گریه کردی، غربتش، مظلومیتش. اما آقا خودتونم میدونید وقتی شما شهید شدید خدا میدونه مهدی شما یه سیلی هم نخورد، لباسش خاکی نشد، کسی رو خاکا نکشوندش، تازیانه نزد. اما آقای من حسین فاطمه جد شما تو گودی قتلگاه داشت شهید میشد، اما میشنید رقیه میگفت نزن، سکینه میگفت نزن. بلند بگید یا حسین.